سلام. امروز میخواهیم راجع به تعارض صحبت کنیم. وقتی در روانشناسی از تعارض صحبت میکنیم، تعارض به دو معنا هست. در معنای اول تعارض‌های درون روانی هستند. تعارض‌های درون روانی به کشمکش‌ها یا ناهمسویی‌های درون روانی که در یک فرد هست به وجود می آید که بهشون میگیم تعارض‌های درون روانی. در برابر تعارض‌های درون روانی تعارض‌های دیگری هم وجود داره به نام تعارض‌های بین فردی. یعنی یک سری کشمکش‌ها، یک سری ناهمسویی‌ها در رابطه‌های دو نفره به وجود میاد. در ارتباطات یعنی زمانی که دو نفر در یک ارتباط قرار میگیرند، چه بخواهند و چه نخواهند دچار تعارض میشوند. حالا یا بر سر خواسته های متفاوت، یا بر سر ادراکات متفاوت، یا بر سر دیدگاه های متفاوت، یا بر سر ترجیحات رفتاری متفاوت، بر سر انتخاب های متفاوت دچار تعارض می شوند. تعارض بین فردی یک